بچه‌ها من اویل هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. بچه‌ها امروز اومدیم با یه آموزش خیلی خوب. بچه‌ها میخوایم بهتون آموزش ماکرو در اندروید رو بهتون بگم که چطوری ماکرو رو در اندروید بیارید و اسمش هم بهتون بگم که فراموش نکنید و برید راحت بریزیدش. چند نفرتون بهم کامنت دادید که آموزش ماکرو بذار که من سنسم خوب نیست و میخوام از ماکرو استفاده کنم و امروز اومدیم ماکرو رو بهتون آموزش بدم. بچه‌ها قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خوبه، تفنگ جدید اومده و تفنگ خوبیه. بابا حالا نمیخوره دیگه. این ماکرو هم که اینجا مشاهده میکنیم برای منه که میخوام بهتون آموزش رو بدم. شما امیدوارم رد نده. اوف چه زدم، همین اولین تیر زدم. خب باشه یه تفنگ خیلی خوب میگیریم. چی بگیریم؟ دیزل میگیریم. بچه من عاشق دیزلتم، نمیدونم چرا همه عاشق دیزلتم، همه. ایسا داداش چطوری؟ از مبینا به داداشم. مبینا داداش چطوری؟ مبینا داداش چطوری؟ مبینا داداش چطوری؟ مبینا داداش. وای چی زدم پشمام. بیا جلو که میخوام بکشمت. آجی ننداز اونو دیگه. بیا داداش. خب از اون خط نگیر ناموسن. بیا پایین تو نگرفتم نزدمت بچه. بازم من زد. من الان دستم گرم نیست و نمیخوام بزنم. میخوام بزنم ولی دستم گرم نیست وگرنه جرت میدم. واقعا میگم من واقعا با این گان خوب نیستم دوستان گل. خط تو ببین یا خدا. خب دوست عزیز درست پلی بده دیگه. بزن همینجا جرت بدم. دیدی چی خورد بابا؟ خیلی بد میخوره دوستان، خیلی بد میخوره پشمان. خب این جواب من نبود و جواب بسیار خوبی هم بهت میدم داداش. عشقی. خب ایسا داداش چطوری؟ بیا بزن نه غلط کردم. اوف چه خور آجی پشمام. بچه ببینید من بازی میکنم یه راندم نمیگیره. ناسن یه راندم نمیگیره. آقا من شاخم، هر کی میخواد بیاد ما هم کاستوم تگ به تگ یه عادی بازیشو بده، سری میام باز کاستوم تگ به تگ جارشم میدم. خب داداش نیست آدم پلی بده ناموسن. کجایی؟ خب پدر سگ کجا؟ اینجا. خب گاو برای چه خطو میگیری ها؟ چرا اینطوری شد؟ نزن. خب این ماکرو اینش بده. کامبکی رو که بهتون میزنم داداش، ولی این جواب خیلی خوبی هم بهت میدم. خیلی بدم میدم. وایسا دیگه حالا میبینیم. جرت میدم. چی گرفته؟ وای پشمام آجی. دیدی چی زدم بهش؟ پشمام ریخته. خب داداش این دیزل تو
شاتگان همین دیگه. با همینا میخوام بیام، با چیزای خیلی بد نمیخوام بیام که کونت پاره میشه. ببخشید داداشم بیا. داداشم مبین چی ببخشید اصلا نبود. مبین داداش چطوری؟ یا خدا داداش خب تو برای مالی نیستی، الان برای چی فشار میدی؟ ها من همجا بگیرم شل پلت کنم بابا نمیخورن دیگه. پشما پدر سگ بخور دیگه. نمیخور رد میده، یا سنس هم ریده یا همینه دیگه. خب بس آدم پلی بده تو رو خدا. آجی نمیخوره چرا؟ بخورا ای بابا. الان چی میگیره نگاه کن، فقط ببین نگاه چی میگیره. نگاه کن ایکس همش نگاه کن. امده که خوبه، ایکس همش هم خوبه. خدا اینا الان برای چی میخوای فشار بده اینا رو؟ الان یه جور فشار میدم رود که نفهمی از کجا فشار شده شدی. ولش کن بچه اصلا صحبت نکنم بهتر. اوکی باید میام. یا خدا غلط کردم داداش، غلط کردم به سیم آخر زدی داداش. بابا نکن زشته، به خدا زشته، به خدا بچه ها من یه چیز زدم واقعا ببخشید. چرا من اینطوری صحبت میکنم؟ این خدا یه چیز زدم من. این الان چی گرفته؟ این همه چی گرفته؟ میخواد ولش کن. غلط کردم حاجی غلط کردم. کدوم گوری تو الان؟ تو کدوم گوری پدر سگ؟ غلط کردم داداش از اون بالا میاد. نکنید فقط ببین. نه پدر درسک یاد گرفته ترفند و برای من آدم شده. نمیخوره خب کامل نمیخوره. بابا نمیخوره کامل نمیخوره. خب بابا خور دیگه. خب دوستان اینجا این برنامه و اینجا رو این کلمه شو بزنید داخل گوگل پلی یا مایکت بازار هر جایی رو میکنه که میخواین بزنین و بیاین داخلش و دانلودش کردین بیاین داخلش بیاین. و اینجا من به زبان عربی انتخاب کردم و اینجایی که اومدید توش میاین پایین و میخواین اینو همین بیارینش روی این میزنین و میاد دیگه و میخواین تنظیمش کنین یا اینه دیگه. آره اینه میخواین تنظیمش کنین یا اینو میزنین یا رنگاش هم میتونین عوض کنین، رو آبی میذاری، رو قرمز میذاری، رو هر چی دیگه میذاری و این چیزای مختلفی داره. من اینو بیشتر خوشم اومد و شما هم هر چی میخواین بذارین دیگه. اینجا میایم اینشو تنظیم میکنی. من روی این میذارم و اینجا هم روی چند میذاریم. دوگمتری هر چند بود
اینم رو همون میذاره. دکمه تیر من 45، اینم روی 45.